ассалому алайкум, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат. رهبر یک رهبر است، رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکرتان باشه که شرک رهبری بسیار خطرناک است. رهبر یک رهبر است، رسول صلی الله علیه و سلم. به غیر از رسول صلی الله علیه و سلم هیچ رهبری نمیتواند درست باشد. و این عصر فتنه، او رهبری که نماز نمیخواند، رهبری که کلمه خود را، مفهوم کلمه خود را یاد ندارد، رهبری که طاغوت را نمیفهمد که چی معنا، تو را رهبر بگیری. شرم باد بر تو، شرم باد بر تو کسی که رسول الله را رهبر نمیگیری. نه کسی را رهبر میگی که عمرش در قتل و غارت و رشوه و دروغ و فریب و چل و نیرنگ و قتل و قتال رد شده، او را رهبر میگیری. شرم باد بر تو، شرم باد بر تو کسی که رسول الله را رهبر نمیگیری. نه کسی را رهبر میگی که عمرش در قتل و غارت و رشوه و دروغ و فریب و چل و نیرنگ